سلام علیکم، من شمس سنگالی خواننده صنف 11 به مکتب شهری کلاب میباشم که من در اینجا دو لایه اختراع کردم. یک تاش درایور و دیگرش 3D میباشد که هر اینها با یاری کامپیوتر به کار می‌دارند. از اول من درایور رو به کار دارم. وقتی در اینجا گاز می‌جوشی با یاری رول ما این ماشین رو به کار می‌داریم. با این یاری ترمز ما ماشین رو خود را خیلی کم می‌کنیم و همین طور من باید دارم که در آینده این لایه هم را به بازار برآورده می‌توانم و با دیگر خیلی شکل و خیلی گوناگونش می‌کنم. اون چیزی که ساختید چی گفتید نامینه؟ درایور. درایور؟ بله. این چی وظیفه اجرا می‌کند این در بازی‌های کامپیوتر از اون که با کلاویاتور بازی می‌کنید با این از دوری نشسته. یعنی اینم بازی کامپیوتری حساب می‌خورد؟ بله. برای بازی کردن بازی کامپیوتری. بله بله. چی ضرورتی پیدا شد که همین چی رو ساختی؟ یک شوق و هوس پیدا شد و من این رو اختراع کردم. برنامه‌ای که حاضر ما ثبت کردیم چه نام دارد؟ بازیافت. بازیافت. بله. یک چیزی گوید که برای آگام خوجگی برای آسان کردن کار پیشنهاد کرده شد. این چیزا ما با هیچ ضرورت ندارد. درایور گفته نه؟ طرزی پیوست شویش با کامپیوتر این چگونه است؟ با دو سیم باشد که یک تاش از پدال می باشد، یک تاش از رول که در جای یوزبی کامپیوتر آن رو ما یکم نمیگری نیست اینجا. خیلی موفقیت شما.